بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده های گرامی سرسال و شمامه، شما را خوش آمدید میگم در یک برنامه دیگر. امروز میپردازیم به مشکلات مهاجرین افغان در کشور ایران و پاکستان. واقعا قابل پذیریش نیست و قابل باور نیست که یک فرد سرزمین آبایی خود را ترک بکنن و برن در یک محیط جدید زندگی بکنن. این مهاجرت، این ترک کردن سرزمین، فرهنگ، یادها و آموزه های خود را که ترک میکنه از روی مجبوریت است، از روی مشکلات است. اگر هیچ کسی مشکلات نداشته باشد، واقعا نمیگه هیچ سرزمینی کشمیر خود آدم نمیشه، از مجبوریت کشور را ترک میکنه، میره به یک جای دیگر، خون خود در کف دست خود میگیره، یک جای پناهنده میشه. چند در اواخر دیدیم مشکلات زیادی را هم ما و شما با خبر هستیم که داخل خود ایران مشکلات زیادی مردم افغانستان دارن که حتی یک از افغانای ما را یک از سربازان ایران مجروح کردن با حضور والدینشان و همچنان رئیس شهرستان اصفهان گفتن که ما کودکان افغانستان ثبت نام به مدارس نکردیم به خاطر که کودکان افغانستان بوی میدادن. واقعا درست گفتن، کودکان افغانی بوی میدادن، بوی بیچارگی، بوی بی‌پناهی، بوی بیکسی میدادن و متاسفانه اونا که حس نکردن و بوی انسانیت، بوی همپذیری، بوی بشریت را هم حس نکردن. وقتی که عبور از مرز ایران و تصمیم میگیریم عبور از مرز ایران و داخل خاک ایران بیایم، با هزاران مشکلات روبرو هستیم. مثلا میترسیم که در دست گروگان ها نفتیم، با شلیک گلولای مرزبان های ایران مواجه نشیم. خیلی گروه هایی هستند در کمین که مانند جن الله و جنبش لعل و شاید هم دیگر گروه هایی که باشه ما و شما آگاهی در مورد او نداریم. وقتی که با این مشکلات بیچارگی ما وارد ایران میشیم، با غربت و بی‌پناهی دیگر در مسیر جاده منتها میبینیم که گاهی هم اکثر دوستا واقعا در کشور ایران نمیرسن. همین حرکت، همین سفر به مرگ منتها میشه. باز هم از مشکلات، از مجبوریت های زیاد مجبور میشیم که افغانستان را ترک کنیم، بیایم در یک سرزمینی دیگر. و در این اواخر ما یک خبر دیگر در رسانه ها منتشر شد که یک فاجعه بسیار بزرگ بود. تعداد از هموطنان ما که میخواستن از مرز ایران عبور کنن با شلیک مرزبانان ایران مواجه شدن که 260 مهاجر یا 260 افغان در عین عبور با گلوله ها مواجه شدن، کشته و زخمی شدن. در پیرامون این موضوع را با مهمان گرامی ما جناب دکتر سردار محمد رحیمی میپردازیم. در قدم اول از دکتر صاحب خواهش داریم که سلام دعا خدمت بیننده ها داشته باشند، بعدا میریم به سوالات. خب گفتم من سلام دارم خدمت همه بینندگان کانال یوتیوب شما و امیدوارم که بتونیم امروز بحث خوبی رو در مورد وضعیت مهاجرین افغانستانی در خارج از افغانستان در کشورهای مختلف، خصوصا در رابطه با ایران، مشکلی که در چند ماه گذشته بسیار حاد شده، داشته باشیم تا کمک بکنه که یک فهم بهتری هم برای مردم ما، هم برای حتی مردم ایران در مورد وضعیت مهاجرین و مطالباتی که مردم افغانستان یا مهاجرین افغانستانی دارن و بالعکس مردم ایران دارن نسبت به وضعیت مهاجرین داشته باشیم. تشکر جهان، سپاس جناب دکتر. ایران همیشه حراس ایران در بخش از پروژه دشمن ایران میگن که این کار پروژه دشمنای ایران است. ایران هم مرد است، هم زبان است، هم دین است. این خشونت ها با مهاجرین همیشه توجیه کرده که در سر مرزهای ایران این دشمنهای ایران میکنه. شما دکتر صاحب در این باره چی نظر دارین؟ چقدر میتونه منطقی باشد این موضوع؟ اساساً بحث مهاجرت مردم ما به کشورهای همجوار به خصوص پاکستان و ایران تابع چندین عامل بوده. یک عامل مجاورت و همسایگی است، یعنی به دلیل
همسایگی با ایران و پاکستان، مردم ما لاجرم بعد از مشکلاتی که به وجود میاد داخل مرزهای ما، چه در دوران جهاد علیه روسا، چه در دوران مقاومت، چه در دوران ساله گذشته، این دوباره روی کار آمدن طالبان، مجبور هستیم به دلیل مجاورت و همسایگی یکی از مقاصد پاکستان یا ایران رو به عنوان مقصد نهایی یا مقصد میانی برای در واقع خروج از بحران و مشکلاتی که داریم انتخاب بکنیم. بنابراین اولین عامل همسایگی است. این چیزی نیست که بخواید چه ایران چه پاکستان و افغانستان از او فرار بکنه. این یک جبر هست که وجود داره. دومین عامل پیوندهای تمدنی، تاریخی، فرهنگی است که بخشی از مهاجرین رو به سمت پاکستان و بخشی از مهاجرین رو به سمت ایران سوق میده و بخشی رو به سمت آسیای میانه. منتها در کنار از او باید این نکته هم فراموش نکنیم که مهاجرت افغانستانی ها به کشورهای همسایه لزوماً به دوران جهاد علیه روسا یا 40 سال گذشتن بر نمیگردد. قبل از او هم ما مهاجرت‌های فصلی از طرف مهاجرین افغانستانی به ایران داشتیم و بعد از در واقع فصل تابستان برمیگشتن دوباره به افغانستان یا در فصول مختلف با توجه به اینکه در مقصد چه زمینه‌هایی برای کار وجود داشت، این مهاجرت‌های کاری و فصلی را داشتیم، صرفاً بحث سیاسی و امنیتی هم نبوده. بنابراین گفتیم مسئله هم همسایگی و هم مسئله پیوندهای تاریخی، فرهنگی و تمدنی عواملی بودن که افغانستانی ها رو به سمت ایران و پاکستان جهت میدادن. اما و بالعکس هم بوده، یعنی ما فصل‌هایی داشتیم یا حتی در دوران جمهوریت مهاجرین پاکستانی داشتیم که از پاکستان به سمت افغانستان می‌آمدن. یعنی یک روند طبیعی مهاجرت رو ورای مباحث سیاسی و امنیتی بین کشورهای همسایه در ایران، در پاکستان، در افغانستان، در آسیای میانه داشتیم که طبیعی شکل می‌گرفت. اما بحران‌های سیاسی و امنیتی مثل جنگ‌ها، مثل در واقع منازعاتی که به حقوق پیونده یا بحران‌های طبیعی ممکنه که این سیل مهاجرت رو تشدید بکنه. کما اینکه در افغانستان جهاد علیه در واقع روس‌ها باعث شد که بخشی از مهاجرین افغانستانی به دلیل مسائل امنیتی یا مسائل ایدئولوژیکی، به خاطری که نظام وقت نظام کمونیستی مارکسیستی بود و بخش‌های از گروه‌های مسلمان در واقع یا سنی یا شیعی اینها تحت فشار یا او ایدئولوژی که داشتن به سمت پاکستان و ایران سرازیر شدن و بعدها دیدیم که از دل از او گروه‌های مقاومت در پاکستان و در ایران احزاب 7 گانه و 8 گانه به وجود آمدن و زمینه پیروزی انقلاب افغانستان رو به وجود آوردن. اما دوباره روی کار آمدن جنگ‌های داخلی و طبیعتاً بعد از او روی کار آمدن طالبان با او ایدئولوژی خشنی که داشت، با سیل دیگه از مهاجرین رو به سمت ایران و پاکستان راهی کرد و بعدها دوباره در دوران جمهوریتی برعکس شد. یعنی بخشی از مهاجرین افغانستانی از ایران، از پاکستان، از اروپا به سمت افغانستان برگشتن. یعنی تابع شرایط مقصد و شرایط مبدأ یعنی کشور افغانستان ما شاهد سیل مهاجرین به سمت خارج یا برگشت مهاجرین به سمت افغانستان بودیم. بنابراین یک نکته قانونی هستش که وضعیت سیاسی و امنیتی در افغانستان و گاهی اوقات قبل از این مسائل اقتصادی عاملی بوده که باعث مهاجرت می‌شده به سمت کشورهای همسایه. و در این قالب بنابراین مهاجرتی که انجام میشه باید این نکته رو در نظر گرفت که چقدر کشورهای همسایه نسبت به پذیرش مهاجرین بر اساس یا مسئله همسایگی یا نیازهای اقتصادی یا شرایط سیاسی و امنیتی آمادگی داشتن. خب ایران در دوران پیروزی انقلاب اسلامی ایران بعد از در دوره شاهنشاهی، گفتیم در دوره شاهنشاهی مهاجرت از طرف افغان‌ها به سمت ایران به صورت فصلی وجود داشت، اما بعد از انقلاب اسلامی ایران و بحث شعار ایدئولوژیکی که اسلام مرز نداره، البته خب میفهمیم که یک شعار است، اما برای مسلمانان خصوصا شیعیان در افغانستان یک معنای در واقع دیگری مبتنی بر یک پناهگاه کلانتری که در همسایگیشان وجود داره و اون شیعیان افغانستان به دلیل شرایط ضیقی که به دلیل حضور گروه‌های در حکومت مارکسیستی و فشاری که بر در واقع شیعیان افغانستان به وجود می‌آمد و گروه‌های مسلمان اهل سنت در افغانستان، اینها به صورت در واقع گفتیم طبیعی به سمت پاکستان، گروه‌های اهل سنت و گروه‌های شیعی به سمت ایران مهاجرت کردند
و همزمان در اون دوران هم مهاجرین افغانستانی همپای مردم ایران در اکثر شرایط سختی که ایران بعداً در دوران جنگ با عراق داشتن همکاری کردن. چیز حدوداً 2000 تا 4200 شهید رو در واقع مردم افغانستان در کنار مردم ایران داشتن. یعنی اینکه ما خود رو شریک کامیابی ها و ناکامی ها، مشکلات و سختی ها و شادی های در واقع مردم ایران میدونست. خب این بخشی از مهاجرت، این نسل از مهاجرت تقریبا بیش از 40 سال است که در ایران یعنی ریشه دارن و حضور دارن و امروز ما شاهد نسل‌های دوم و سومی مهاجرین هستیم که در این کشور به سر میبرن. بعدها گفتیم با توجه به شرایطی که در افغانستان به وقوع پیوست، جنگ‌های داخلی بعد از پیروزی مجاهدین و بعد هم روی کار آمدن طالبان، باز هم بخش‌های دیگری از مهاجرین به صورت کمتر به سمت ایران میل پیدا کردن و البته برخی آن برگشتن. در دوران جمهوریت دوباره با توجه به شرایط نسبتاً خوبی که در افغانستان به وقوع پیوست، بخش زیادی از مهاجرین به افغانستان برگشتن. شاید همکاران ما یا همدوری‌های ما، کسایی که اصلا در ایران یا متولد شدن یا از دوران کودکی 2-3 سالگی در ایران بودن و اینها بخش زیادشان در همین دهه یا یک دهه گذشته یا در دوران جمهوریت به افغانستان بازگشتن با خانواده‌هایشان و در افغانستان زندگی می‌کردن. تا اینکه دوباره با توجه به شرایط در واقع داخلی و محیط بین‌المللی که به وقوع پیوست، دوباره طالبان روی کار آمدن. این نکته مهم است. یعنی یکی از مسائلی که مدتاً امروز به عنوان یک نکته از طرف برخی از مهاجرین عنوان میشه یا تحلیلگرای مسائل منطقه‌ای که خود کشورهایی مثل پاکستان، مثل ایران در تقویت طالبان و روی کار آمدن طالبان نقش داشتن و به خاطر هم و از اون طرف دیگه مردم افغانستان با توجه به شرایطی که طالبان برای مردم به وجود آوردن بسیار دچار سختی هستند، سختی‌های امنیتی، سیاسی و حتی اقتصادی که باعث دوباره سیل مهاجرت به سمت کشورهای همسایه به شمول پاکستان، به شمول ایران برای در واقع بحث خروج یا در واقع تخلیه همکاران بین‌المللی که به وقوع پیوست. 2 سال اول ما شاهد این سیل از مهاجرت ها بودیم. بنابراین ما اگر بخوایم به صورت عام مسئله مهاجرت افغانستانی ها به ایران رو به خصوص روش تمرکز بکنیم، به این نکته میرسیم که بخشی از جریان مهاجرت و فصلی بودن در گذشته که طبیعتاً بعدها با توجه به محدودیت‌های در رفت آمد قانونمندتر شدن در قالب ویزاهای کاری یا ویزاهای در واقع سیاحتی که این به صورت طبیعی دوام داره. بخش از او برمیگرده به بحران‌های امنیتی که به وقوع می‌پیوندند مثل دوران جهاد و بعد از او که این به صورت طبیعی فشار رو متوجه کشورهای همسایه می‌کنه. ولی بخشی از این مهاجرت‌های اقتصادی هستند. این شرایط اقتصادی که در داخل افغانستان وجود داره و باعث میشه که مهاجرین به سمت کشورهای همسایه حرکت بکنن. و مخاطر اگر ما بخوایم که مسئله مهاجرین به صورت واقعی بپردازیم، باید این تفکیک رو داشته باشیم که مثلا اگر در افغانستان یا در پاکستان گروه‌های انسانی به صورت مهاجر حرکت میکنن، چه تعداد از اینها حق پناهندگی را دارند، چه تعداد از اینها باید به صورت مثلا مهاجرین کاری پذیرفته شوند یا نشوند و چه تعداد از اینها اساساً حق در واقع دریافت ویزا یا حتی پناهندگی یا حتی ویزای کاری رو ندارند. این مسئله است که کشورهای مقصد باید در چارچوب یک سری از قوانین مدون به او بپردازند. این حق طبیعی کشور هستش. ولی مسئله اساسی اینجا بوده که در طی 40 سال گذشته خصوصا در ایران ما شاهد یک نگاه راهبردی یا نگاه استراتژیک نسبت به مسئله حضور مهاجرین نبودیم. یعنی دولت ایران مبتنی بر یک اصل به نظر من غیر انسانی، از این نظر به حالا اشاره میکنم، به مسئله مهاجرین پرداختن. یعنی اینکه مهاجرین افغانستانی رو در 40 سال گذشته نگاه دولت ایرانی بوده که اینها موقت هستند و اینا یا اساسا اون چیزی که از مقامات ارشد و رهبری در واقع ایران شنیده میشد و موثق و ثقه است که هیچ افغانستانی نباید ایرانی شود. یعنی پشت اینو نگاه میتوانیم ما با یک نگاه خوشبینانه بگیم که منظور اینها هستش که خب باید شیعیان افغانستان یا اساسا مردم افغانستان، مهاجرین افغانستانی پس به کشور خودشان برگردند و مخاطر هم ایران یک ملجأ یا پناهگاه دائمی برای اونها نباید باشد. خب البته این باز تبعات داره در ادامه که ما این تبعات رو بعداً اشاره خواهیم کرد. یا دومی هستش که یک ملغمه یا میکسی از نگاه در واقع بخوام بگم که نژاد پرستانه پشت این دیدگاه وجود داره. یعنی اینکه ایرانی‌ها قرار نیست که پذیرای بخشی از مهاجرینی باشن که به نظر اونها اینها
غیر ایرانی هستند یا غیر آریایی هستند، خصوصا هزارها و شیعیان که اینها بیشتر در واقع در 40 سال به ایران مهاجرت می‌کردن. این پشت از یک نوع نگاه میخوایم بگم که راسیستی یا نجات پرستانه متاسفانه وجود داشته. حالا چه آگاهانه چه ناآگاهانه نخبگان ایرانی، مردم ایران به این مرض مبتلا هستند. البته گفتم این یک مرض تقریبا عامی است بین عرب‌ها، بین ایرانی‌ها، بین ترک‌ها تا یک حدی، با حالت غلظتش فرق میکنه به دلیل او تصورات موهومی که اینا از گذشته و تاریخ خودشان من حیث او خلوص نژادی که دارن یا او هویت در واقع تاریخی که برای خودشان طراحی میکنن، در حالی که واقعیت اینها بسیار در واقع سست پایه هست، یعنی خیلی مبانی قوی نداره. به هر ترتیبی یک ملغمه از ملیگرایی، یک ملغمه از او نگاه بالا به پایین و یک ملغمه از او در واقع قوانین یا قواعد حقوقی که در ایران در مورد مهاجرین و پناهندگان وجود داره باعث شده که ما در شرایط 40 ساله گذشته برای مهاجرین یک شرایط فوق‌العاده بد و وحشتناک باشه و همیشه مهاجرین در این حالت بی‌سرنوشتی و حالت تعلیق به سر ببرن. این بدترین حالتی است که میتوانیم برای یک مهاجر داشته باشیم. یعنی اگر مشخص شود که مهاجر مثلا در طی 5 سال یا 2 سال یا 5 ماه امکان اقامت داره و بعد از اون حتما باید اخراج‌های بسیار برایش در واقع قابل قبول تر است تا یک شرایط تعلیقی که بعد از 40 سال نسلی از مهاجرین در اونجا به دنیا آمدن که اینها نه هویت دارن نه در واقع آیندهشان مشخص است و در شرایط بسیار پیچیده در واقع روحی و روانی و اجتماعی و اقتصادی به سر میبرن. همون دلیل هم من فکر میکنم که مهاجرت افغانستانی ها به ایران در طی 40 سال گذشته با مجموعه از پیچیدگی‌های حقوقی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی مواجه بوده که هر کدام از اینها را باید آدم لایه به لایه باز بکنه تا به مسئله مهاجرت پی ببره و بتونه که برایش راه حل ارائه بکنه. من در این قسمت نخست خواستم که یک نگاه کلی از وضعیت مهاجرین در ایران داشته باشم، اما در ادامه اگر سوال شما باشه یا نه خود مباحث رو دارم که خدمت شما ارائه خواهم کرد. جهان سپاس جناب دکتر. دکتر صاحب، در حصر حاضر مفاهیم انسانی مانند حقوق بشر مهمتر از همه تفکر جهانی وطنی در حال گسترش است. چرا ناسیونالیسم ایران به شدت در حال گسترش است؟ خب ببینید، من پیشتر اشاره کردم خدمت شما که ما در ایران بر اساس او نگاه رسمی که دولت داشته از زمان خصوصا رضاخان در ایران و تلاشی که برای ملیگرایی، البته یک تلاش خاص که ایران نبوده. مثلا ما در افغانستان در زمان امان الله خان، حبیب الله خان، از زمان امیرعبدالرحمن خان اگر ابتدایش بگیریم، بعد دوران حبیب الله خان، امان الله خان تا دوران ظاهرشاه، ما یک تلاشی برای ساخت هویت ملی یا برای ملیگرایی در این کشورها می‌بینیم. در ایران رضاخان کار انجام میده، در ترکیه آقای آتاتورک انجام میده، در عراق نور سعید کار انجام میده. یک همزمانی تقریبا داریم برای پروسه در واقع ملیگرایی یا ملی سازی به یک شکلی بگیم یا دولت ملت سازی در این کشورها داریم. اما خب در ایران حضور رضاخان با پشتوانه ارتش، در ترکیه حضور آتاتورک با پشتوانه ارتش، در عراق همین ترتیب و در باعث میشه که تا یک حدی پروسه پیش بره، نه که موفق باشه، پروسه‌ای که با زور، با اجبار خواستن که یک هویت در واقع ملی رو شکل بدن و تا یک حدی هم موفق شدن، گفتیم با زور ارتش. اما در افغانستان با توجه به تلاشی که امان الله خان داشت و از اون طرف تضعیف ارتش، با توجه به اینکه امان الله خان در تقابل با انگلیسی‌ها قرار میگیره در بحث استرداد استقلال افغانستان، باعث شد که برنامه اصلاحات امانی و بحث هویت ملی و ملیگرایی در افغانستان ناکام بماند تا یک حدی و باز ما در دوران ظاهرشاهی رو تا یک حدی ببینیم، در دوره داود خان چه جمهوریت چه تقدمی، ولی بعدها در دوران جنگ‌های داخلی و بعد از اشغال خصوصا افغانستان توسط شوروی این پروسه یعنی ناکام میماند و بحث در واقع هویت‌های قومی یا ملیت‌ها در افغانستان زمینه بروز پیدا می‌کنه. البته بستر از او در دوره مارکسیست‌ها در افغانستان فراهم شده بود، اما بعدها در دوره حکومت مجاهدین یا من داشتم خدمت شما عرض می‌کردم که ملیگرایی ایرانی بر اساس در واقع برنامه‌ای که در تقریبا 4 کشور نسبتاً همجوار مثل ایران، افغانستان، عراق و
ترکیه بود، همزمان کسایی مثل امیر عبدالرحمن خان، کسایی مثل رضا خان در ایران، آتاتورک در ترکیه، نور سعید در عراق این برنامه ملیگرایی رو در واقع پیش بردن. خب در اون کشورها با توجه به نقشی که ارتش داشت و هر کدام از اونها آتاتورک، رضا خان به نوعی خودشون فرماندهان در واقع اردو هم بودن، کامیاب شد تا یک حدی، کامیاب به صورت سطحی نه به صورت عمیق. یعنی ما در جامعه شناسی سیاسی بحث یک پارچه سازی کم عمق یا عمیق رو در بحث جامعه پذیری سیاسی داریم، اما در افغانستان با توجه به اینکه اردو با نگاهی که امان‌الله خان داشت، یا نگاه رویایی که در واقع اصلاحات داشت ضعیف شده بود، با توجه به اینکه امان‌الله خان در تقابل با انگلیسی‌ها قرار گرفته بود در بحث استرداد استقلال افغانستان، ما عملاً برنامه اصلاحات امانی ناکام شد و بحث ملت سازی در افغانستان بعدها هم نتونست که قوام جدی داشته باشه و در دوران جهاد و نقشی که احزاب قومی داشتن در جهاد علیه روس‌ها و بعد هم جنگ‌های داخلی و زمینه‌ای برای بروز گروه‌های قومی فراهم شد، عملاً ملت گرایی یا ملی سازی که در افغانستان وجود داشت نقص خودش رو یا ناکامی خودش رو عیان نشان داد. کما اینکه در ترکیه هم منازعاتی که بین کردها، بین در واقع ترکمن‌ها و با ترک‌ها وجود داره و قتل عام ارمنی‌ها در ترکیه هم نشان میداد که در واقع این ملیگرایی ناقص است، ناکام است و جواب نمیده. کما اینکه در عراق هم ما می‌بینیم که الان گروه‌های در واقع کرد، گروه‌های شیعه، گروه‌های سنی، گروه‌های ایزدی با سرکوب شدن، قتل عام شدن و مشکلاتی دارن و کماکان نشان میده که ملیگرایی عراق مبتنی بر اون دیدگاهی که چه نور سعید داشت، چه بعدا صدام حسین در قالب حزب بعث داشت ناکام است. در ایران هم اگر او در واقع در پوچ ایدئولوژیکی که در قالب نظام شیعی در ایران وجود داره برداشته شده، من فکر می‌کنم مشکل واقعی ملت سازی در ایران نشان داده خواهد شد. یعنی مشکلاتی که بین کردها، بین لرها، بین آذری‌ها، بین ترکمن‌ها، بلوچ‌ها، عرب‌ها و او فشار در واقع مذهبی که وجود داره، فشار قومی که وجود داره، اینها عملاً چیزی نیست که بخوایم با یک نوع ملیگرایی خام ایرانی یا خام ترکی یا ملیگرایی خام عراقی رو پوشش بدیم. کما اینکه در افغانستان این ناکامی برجسته شد. ببینید در قرن 21 تنها راه ملیگرایی و شکل‌دهی به هویت ملی دو عامل است: منافع مشترک سیاسی و منافع مشترک اقتصادی که نگاهش به آینده است. یعنی شما چطور میتونین جامعه خودتون رو، شهروندان خودتون رو بر اساس منافع مشترک اقتصادی و سیاسی کنار هم حفظ بکنین. مثل تجربه کشورهای در واقع مدرنی مثل ایالات متحده آمریکا، مثل کانادا، مثل خیلی از کشورهای دیگه در واقع جدیدی که در دنیا وجود داره. اما ملیگرایی افغانی، ایرانی یا عراقی یا ترکی نگاهش به گذشته است و این غلط است، به خاطر اینکه امروز تجربه ثابت کرده که مسئله مذهب، مسئله نژاد، مسئله قوم، مسئله فرهنگ نمیتونه عامل شکل‌دهی به یک ملتی باشه که بخوان در کنار هم دیگه برای آینده مشترک کار بکنن. ما امروز مثلا در مورد ایران و افغانستان می‌بینیم که یا در مورد ایران و عراق می‌بینیم که شیعیان بودن که در طول 8 سال با هم دیگه جنگ می‌کردن. امروز می‌بینیم که در مورد ایران و افغانستان هزارها که شیعه هستن، بیشتری مشکل رو در واقع ایران با اینها داره یا اینها با ایران دارن به لحاظ پدیده مهاجرت. از این منظر ملیگرایی که گفتیم در ایران وجود داره و این رو به صورت آموزش رسمی در نظام در واقع آموزش پرورش اونها ما می‌بینیم، چون من خودم بخشی از دوران تعلیمی خود در دوران مکتب در ایران بودم. ما عملاً می‌دیدیم که چگونه تلاش میکنن که نخبگان ایرانی که با حالا نمیخوام بگم تحریف تاریخ یا جعل تاریخ یا شکل‌دهی به تاریخ به نوع یک هویت ملی سرشار از در واقع غرور یا مباحث تاریخی برای خودشون بسازن. مثلا من یادم میاد که وقتی ما در مکتب در صنف سوم یا صنف پنجم بودیم، ما در کتاب تاریخی می‌خواندیم در مورد حکومت اشرف محمود افغان در ایران، ذکر کرده بودن که 20 سال اشرف محمود افغان بر ایران حکومت کرده، در حالی که واقعا اشرف محمود افغان در دوران صفوی‌ها بخشی از امپراتوری صفوی محسوب می‌شدن. یعنی بحث حمله افغان‌ها به ایران نبود، ولی در اونجا اول اینگونه ذکر شده بود. بعد در دوره بعدی که یک از فامیل یعنی برادر در واقع دو صنف رفته بود، من کتابش وقتی مطالعه می‌کردم شده بود از 20 سال به 14 سال کاهش پیدا کرده بود. یعنی کم کرده بودن تاریخ به خاطر اینکه یعنی بعد از که مثلا افغان‌ها بر ایران حکومت کردن، بعدها دیدیم که اصلا اون رو حذف کردن. این نشان میده که کتاب‌های تاریخ هم مبتنی بر او ساختن یک هویت ملی برای ایرانی‌ها یا که به غرور ملیشان برنخوره تغییر میدن، به خاطر اینکه این رو مهم میدونن برای اینکه کما یک تعریفی از تاریخ ایران، از گذشته ایران ارائه بکنن که باعث غرور ملی ایران‌ها شون، حتی اگر به معنای جعل تاریخ باشه، تحریف تاریخ باشه. نمونه دیگر از میده که چگونه
در واقع نگاه ایرانی‌ها به بحث هویت ملیشان ناقص است و خام هست. است که من وقتی دوران دانشجویی یا دوران محصلی هم بود، وقتی ما یک درسی داشتیم به نام تاریخ ادبیات که 3 کردیت بود، یک استاد بسیار برجسته هم بود، حالا نام استاد رو من نمیگیرم، ولی برای ما تدریس میکرد بحث در واقع تاریخ بیهقی را. در تاریخ بیهقی ناخواسته استاد رسیده بود به جایی که بحث سیل غزنی رو در واقع اشاره میکرد که در غزنی سیلی آمد که سیل به حدی وحشتناک و دهشتناک و بزرگ بود که خدم و حشم و مال و اموال در واقع مردم از غزنی به زابل برد. بعد میگفت که ببینید چقدر این سیل شدید بوده، چقدر وحشتناک بوده که از غزنی تا زابل در واقع بیشتر از 1000 کیلومتر این سیل طی کرده. در حالی که من اون دست استقبال کردم، گفتم جناب استاد من فکر می‌کنم اینجا یک مشکل وجود داره. گفت چی است؟ گفتم که ما در جنوب ولایت غزنی که ولایت داریم به نام زابل که اصلا 1000 کیلومتر فاصله نداره، همسایه هم دیگه هستن، ممکنه 100 متر یا 200 متر یا 500 متر در واقع طی کرده باشه سیل. این معنیش چون ببینید بسیار مهم است که یکی از بزرگترین استادای تاریخ ایران، تاریخ ادبیات در واقع فارسی، وقتی که و اینطور تاریخ هم بود، ادبیات فارسی هم بود در واقع، این وقتی که تدریس میکرد به حدی ملیگرایی خام ایرانی روی ذهن از تاثیر داشت که اساسا فکر نمیکرد که در این خارج از مرزهای ایران ولایتی به نام زابل وجود داره که زابل در افغانستان است و در همسایگی غزنی است. یعنی چقدر این ملیگرایی خام باعث میشد که دید ایرانی‌ها محدود بمانه، اینا از منطقهشون خبر نباشن، از در واقع جغرافیای کلان تاریخی آریانا و در واقع ایران آگاه نباشن و این نگاه در واقع سست تاریخی و خام تاریخی باعث میشد که اینا تاریخ رو وارو نبینن. به خاطر اینا گاهی اوقات پرسان میکنن که آیا در افغانستان مثلا زبان فارسی وجود داره، در حالی که خاستگاه زبان فارسی در افغانستان است و ایران فارسی را از افغانستان وام گرفته. وقتی که به شاهنامه مراجعه میکنیم، اکثر در واقع مراجع تاریخی و جغرافیایی شاهنامه در افغانستان امروز است، در آسیای میانه امروز است و ایران بخش کوچکی از او داره، اگر بگیم ندارد اساسا. و به خاطر وقتی که اینها رو ببینن و کسی توجه بکنه به این مسائل میفهمه که چقدر در واقع در حق ایرانی ها ظلم شده. ظلم به معنی که اینها رو از واقعیت های تاریخی، از واقعیت های در واقع گذشته خودشان محروم نگه داشتن، به یک ملیگرایی جعلی رو در واقع در ذهن اینها فرو خواندن و اینها را به اون باور دارن. یا مثلا در دورانی که من دوران دانشجویی خلاص شده بود و تزیس دکترای خود دفاع می‌کردم، من یک نقشه از امپراتوری در واقع دورانی را آورده بودم که خب در دوران احمدشاه و که امپراتوری بزرگی رو تشکیل داده بود که تا دهلی به این طرف تا نیشابور و در واقع نزدیکی‌های شیراز هم توسعه داشت. وقتی این رو اشاره می‌کردم و در کتاب آورده بودم، با اعتراض جدی در واقع اساتید ایرانی مواجه شدیم که خب اینا اصلا در تاریخ ما رو نداشتیم، قبول نداریم. در حالی که خب گفتیم مهم نیست که شما قبول دارین ندارین، مهم است که بوده، مهم است که در زمانی بوده که امپراتوری دورانی از دهلی تا این طرف نیشابور و تا شیراز حکومتش گسترده بوده برای بودن 30 سال 40 سال 50 سال. شما وقتی که در اون دوره تاریخی می‌بینین مثلا که یعنی در ایران حکومتی به نام زندیه وجود داره. خود زندیه بیشتر حوزه جغرافیایی و حاکمیت شیراز است و تهران است و بیشتر مرکز و غرب ایران امروز است. یعنی نشان میده که شرق ایران امروز تا شمال شرق ایران امروز تحت کنترل در واقع اما امپراتوری دورانی بوده. از این منظر من فکر می‌کنم که این نوع نگاه یعنی ملی‌گرایی خام ایرانی باعث میشه که امروز اونها یک نگاه اشتباهی بالا به پایین نسبت به افغانستان داشته باشن یا یک نگاه تحقیرآمیز نسبت به افغانستان داشته باشن، در حالی که اگر ما او مباحث تاریخی رو به صورت کلانش و در او کانتکست بزرگترش مد نظر قرار بدیم، فهمیده میشه که افغانستان، ایران، بخشای از پاکستان، آسیای میانه، حتی بخشای از عراق بخشی از جغرافیای تاریخی بزرگ بودن و همه ما بخش از فرزندان این در واقع جغرافیای بزرگ بودیم. نه اینکه امروز ایران او را سکه‌اش رو به نام خودش بزنه و فکر بکنه که مثلا افغانستان از جدا شده یا مثلا آسیای میانه از ایران جدا شده. نه، قبلا ما در حوزه جغرافیایی امپراتوریایی داشتیم، مثل غزنویان که پایتخت غزنی بوده، یا مثلا نادرشاه که پایتختش مثلا در مرو بوده، یا مثل در واقع صفویان که در مثلا اصفهان بوده. یعنی ما امپراتوری‌های مختلف داشتیم در گوشه گوشه جغرافیای پهناور، اینا پایتخت داشتن و حضور داشتن و اینها متعلق به همه این جغرافیا هستن، نه اینکه سکه او رو امروز ایران به نام خودش بزنه. حتی در گذشته تاریخی قبل از میلاد هم وقتی که ما از کوشانیان، از هخامنش، از ساسانیان گپ میزنیم، میبینیم که اینها وقتی ایرانی رو در واقع امروز به نام خودش میزنه، اینا بخشی از جغرافیای تاریخی فرهنگی مشترکی است که مربوط به همه ملت‌های اینجا محسوب میشه. اما این نوع نگاه تنگ نظرانه به تاریخ و این نوع نگاه مصادره و مطلوب در قالب هویت ملی ایرانی باعث میشه که اینها
امروز افغانی ها را، امروز در واقع تاجیک ها را، امروز عرب ها را یا عراقی ها را یا پاکستانی ها را، اینها را خارج از این بدانند و یک نگاه بالا به پایین داشته باشند، در حالی که این واقعیت تاریخی نیست. از این منظر نسبت به مسئله مهاجرین همین ترتیب میشه، یعنی اینا احساس میکنن که خب مهاجرین بخشی از امو تتمه یا ادامه هویت تاریخی ایران است که اینها مرکزش هستند و به خاطر باید ممنون ما باشن که اینها مثلا در جغرافیای سیاسی امروز ایران در واقع زیست میکنن. اما اگه این نگاه رو برداریم، البته گفتم یک مدل کلان منطقی ماست، یعنی مثلا کما اینکه در افغانستان افغان‌ها نسبت به پاکستانی‌ها نگاه پایین دست پایین دارن، یعنی نگاه تحقیرآمیز دارن. ما مثلا به پاکستانی‌ها میگیم دالخور یا ماشخور و پاکستانی نسبت به بنگلادشی‌ها نگاه دارن یا هندی‌ها نگاه دارن. متأسفانه یک مرض تاریخی است که در منطقه ما وجود داره، این مرض فرهنگی سیاسی است که وجود داره که برای حل از این نیازمند است که ما از دایره تنگ ملی‌گرایی و خام ملی‌گرایی اگر بیرون بیاییم، باز میتونیم بفهمیم که ما همه انسان‌هایی هستیم که با یک ویژگی‌های مشترک تاریخی و فرهنگی که باید یاد بگیریم چگونه با هم زیست بکنیم و در مواقع خطر با هم دیگه کمک بکنیم و در مواقع گشاده دستی با هم همکاری بکنیم در واقع. ولی این وجود نداره. اگر از این منظر به مسئله مهاجرین در ایران نگاه بکنیم، به نتیجه که اشاره کردم که همون نگاه خام ملی‌گرایی در یک سو، نگاه در واقع مذهبی در یک سو، باز نگاه تاریخی در سوی دیگر و مسئله در واقع حقوق بشر و بحث پناهندگان، همه اینها با هم میکس شده و این میکس از این باعث شده که ما نتوانیم به مسئله مهاجرین در افغانستان در یک قالب مشخص بپردازیم. یعنی اینکه شما وقتی امروز به یک ایرانی یا یک مقام مسئول ایرانی صحبت کنید در مورد مهاجرین، واقعا نمیدونن که باید به کدام قاعده به اینا برخورد بکنن. 40 سال است که ما قوانین مدونی در مورد مهاجرین افغانستانی یا مهاجرین کلا عراقی، پاکستانی و افغانستانی در ایران نداشتیم، به صورت موقت به پرداخته شده به دلیل همون نگاه در واقع بالا به پایین، نگاه در واقع ملی‌گرایی خامی که نباید اینها ایرانی باشن، اینا در واقع خارجی هستن یا بیگانه هستن و این باعث تشدید مشکل شده. ما امروز نسل دوم و سوم مهاجرین داریم که اینا به لحاظ حقوقی وضعیتشون مشخص نیست، نه به لحاظ ازدواج، نه به لحاظ تحصیل، نه به لحاظ ادامه زندگی، نه به لحاظ مهاجرت، نه به لحاظ مدارک هویتی، نه افغانستانی هستن نه ایرانی هستن و این دستاورد همین سیاست در واقع کجدار مریض و موقت 40 ساله ایران بوده که یک بحران رو به وجود آورده. بحران انسانی برای یوختن 1 میلیون نفر از نسل دوم و سومی که اینها در ایران زندگی میکنن اساساً به حق انسانی اینا پرداخته نشده. یعنی من بیشتر شما اشاره کردین، مهمترین مسئله این است که اگر مهاجرین هیچ حق دیگه ای ندارن، یعنی هیچ حق، نه حق فرهنگی، نه حق تمدنی، نه حق مذهبی، نه حق تاریخی، حق بشری که دارن، انتظار در واقع یک مهاجر از ایران است که به حق بشری از او بپردازه. حق بشری از او شامل هویت است، شامل آموزش است، شامل در واقع مسکن است، شامل عزت و آبرو هستش که متاسفانه به این حقوق پایه ایرانی ها در واقع نپرداختن. البته این اشاره میکنم که نه تنها به مهاجرین افغانستانی که به مردم خود هم نپرداختن، این بیشتر که اشاره کردم یک مرض سیاسی فرهنگی در منطقه است، یعنی مختص ایرانی ها هم نیست. این مرض رو در واقع پاکستانی‌ها دارن، افغانی ها دارن، ایرانی ها دارن، آسیای میانه تا یک حدی داره، حتی عرب هم تا یک حدی مرض دارن. اما اونجایی که مربوط به بحث مهاجرین میشه، حداقل انتظاری که به عنوان یک انسان میتونیم از جمهوری اسلامی و از کشورهای مثل پاکستان داشته باشیم که قاعده‌مند و قانونمند بکنن حضور مهاجرین رو در کشورشان. هیچ مهاجری افغانستانی از قاعده‌مند شدن، از قانونمند شدن نگران نیست. قانونمند شدن کمک میکنه که ایران بفهمد که به چه تعداد مهاجر باید بپذیرد، به چه تعداد مهاجر باید پناهندگی بدهد، به چه تعداد رو باید اخراج بکند، چه تعداد رو باید برایش کار فراهم کند، چه تعداد رو باید ازش کار بگیرد. همه اینها نیازمند آمار و قانونمند شدن است. اما متاسفانه در 40 سال صورت نگرفته. حالا که این کار میخواد صورت بگیره، خب میبینیم که متاسفانه اون نگاه ملی‌گرایی و اون نگاه در واقع یک مقدار نجات پرستانه باعث میشه که حتی بعضی از ایرانی‌ها ناخواسته با این مخالفت بکنن، در حالی که خودشان نمیدونن در چی میخواین از موضوع ما. اونا میگن فقط اخراج افغانی مطالبه ملی، در حالی که یک ساده سازی مسئله است. یعنی واقعیتی هستش که شما در واقع کی رو میخواین اخراج بکنید، حتی نمیدونن کی رو باید اخراج بکنن. وقتی اخراج میکنن بخشی از اتباع ایرانی خود رو به عنوان چیزی که افغانی هستن اخراج میکنن. یعنی شما چیزی بسیار دردناک است. این نگاه ملی‌گرایی خام ایرانی باعث شده بود که ما یک تصویر رو در واقع چند روز پیش در پیش یکی از زمین نخبگان ایرانی که بسیار در سطح رسانه‌ای مطرح هستند داشته باشیم، از بلوچ‌های در واقع کنار دریای مکران یا از اهل سنت در واقع بوشهر که عرب هستن یا بلوچ‌ها هستن باز در کنار دریای عمان خلیج فارس،
اینها رو در واقع به عنوان افغانی حساب بکنن، در حالی که اینا گفتیم باعث شده این ملیگرایی خام ایرانی که اینا ترکمن رو افغانی بدانن، در واقع بلوچ رو افغانی بدانن، عرب ها را بیگانه بدانن، کرد ها را بیگانه ببینن، اهل سنت بیگانه ببینن. پس اگر اینها بیگانه هستن کی هست؟ کی ایران کیه؟ ایرانی کی هست؟ اینا خودشون واقعا در این تناقض ماندن، در این پارادوکس ماندن که واقعا ایرانی بودن، ایرانی کی هست؟ ولی اگر چون تصویری که از ایرانی ساختن یک انسانی است که به نظرم به لحاظ واقعی وجود نداره، یعنی او انسان یک انسان توهمی است به عنوان ایرانی. اما اگر واقعا نگاه بکنیم گفتیم ایران بزرگ میکسی از مجموعه گروه‌های قومی، زبانی، مذهبی و فرهنگی هستش که اینها ایرانی بودن و ایرانی هستن و در واقع او دایرهش بسیار کلانتر از چیزی که امروز در مرزهای جغرافیایی سیاسی ایران بگنجانند. در او قالب پشتونها بخش مهم از ایرانی‌ها، مهاجرین افغانستانی در ایران درست فهمیده نشود. ولی اون نکته‌ای که در این قسمت می‌خواستم ببندم این بود که مهاجرین افغانستانی در ایران، چه نسل اولشان، چه نسل دوم، چه نسل سوم، چه حتی مهاجرین جدید، خواهان از این هستند که به لحاظ قانونی و به لحاظ حقوق بشری در ایران، در پاکستان، در آسیای میانه، در هر کشوری که میروند بر اساس قواعد بین‌المللی حقوقشان به رسمیت شناخته بشه. اگر حتی پذیرش نمیشوند بر اساس قاعده مشخص باشه. این چیزی است که فکر نمی‌کنم هیچ کشوری از او باید سر باز بزنه، ولی متاسفانه می‌بینیم که در بعضی از کشورها نخبگانشان از همین مسائل بسیار ابتدایی و پیش پای بشری هم می‌خوان سر باز بزنن. در خدمت شماست. جهان سپاس دکتر صاحب، بسیار صحبت‌های سودمندی بود. انشاءالله دوستا و شخص خود ما قابل استفاده است. دکتر صاحب در این بخش میریم به سوال دیگر بپردازیم که تحریم ها در ایران بسیار زیاد فشار آورده و فعلا حضور مهاجرین در ایران باعث رشد اقتصادی شده که اکثر افغان ها داخل ایران سرمایه گذاری میکنن، برای کشور ایران سودمند هستند، اما متاسفانه ایران طور دیگر تصور میکنن. فکر میکنن که افغان ها آمده مثلا از حق ایرانی بهره مند میشن، در حالی که اینطوری نیست. این روز همه جهان با ایران با مشکل سیاسی مواجه هستند و روز به روز تحریم‌ها بیشتر شده میره. این افغانستان است که مشکل داخل خاک خود داره، آمده داخل ایران سرمایه گذاری میکنن، کار میکنن، در رشد سرمایه های ایران کمک میکنن، اما ایران طور دیگر فکر میکنن. میشه در این بخش بپردازیم؟ ببینید، من در این مورد چون این نیاز به یک کسی است که متخصص مسائل اقتصادی باشه بتونه در این مورد گپ بزنه، طبیعتاً من صاحب نظر از نیستم، صحبت هم نمی‌کنم، ولی یک چیز واضح هست که مهاجرین افغانستانی در ایران در دوران مختلف گذشته که اشاره کردم، دوران جنگ بوده، دوران بازسازی بوده، دوران در واقع تحریم‌ها بوده، عمدتاً نقش مثبت داشتن در روند توسعه، بازسازی، نوسازی ایران. این همه صاحب نظرهای مسائل اقتصادیشان تقریباً نظر مشترک دارن. اما ما حتی این رو مبنا نمیگیریم، یعنی حق ایرانی هست که بگوید ما نمیخوایم این مزیت اقتصادی رو، بلکه ما میخوایم که با حضور کارگر ایرانی، با در واقع مزایای حقوقی بالاتر، با شرایط سخت‌تر برای کارفرما، ما میخوایم این رو جایگزین بکنیم. حقشان است، مشکلی ما در اون قسمت نداریم، هرچند که طبیعتاً به لحاظ اقتصادی فشار بیشتری بر دولت به وجود میاره، فشار بیشتری بر جامعه به وجود میاره، قیمت‌ها رو بالا میبره و مشکلات دیگه به وجود میاره، اما با این حال باز این حق ایرانی است. جان سپاس دکتر صاحب از طرح مسئله بسیار خوب. دکتر صاحب میرم به سوال دیگر. همیشه کشور ایران در سیاستگذاری خود تاکید کرده که اسلام مرز نداره و همچنین رهبر جمهوری اسلامی همچنین در خطبه های خود بیان نموده که اسلام مرز نداره، تاکید کرده به این. به همین اساس هر زمانی که نیاز به سربازگیری داشته باشد از نخست از مهاجرین افغان که استفاده میکنن، به خاطر که مهاجر افغان ارزانتر است، دسترستر است و در جنگ هم مشکل زیاد ندارن. در جنگ ایران با عراق در سالهای اخیر انجام شدن و همچنان جنگی که با سوریه ایران داشتن، همچنان افغان ها شرکت داشتن. چرا جمهوری اسلامی هر زمانی که به منافعشان بودن از افغان ها به بسیار قیمت ارزان یا بسیار به یک انسان‌های به دسترس استفاده میکنن و زمانی که فهمید که فعلا مشکل رفع شده بلافاصله با بسیار به ارزشی بسیار کوچیک کرده و اینها رو با تیرباران یا که با پا در گلونشان و یک بچه در آخر یک پسر بود که معلول بودن، سرباز ایران پا با گلونشان گذاشتن، آنها را
صدمه به اونا رساندن. این دورنگی دکتر صاحب از نگاهی که اینها کشور اسلامی میگن و مهاجرین افغان هم که همهشان اسلام هستن، اسلام مرز نداره، چه قسم مطرح میشه؟ ببینید، من پیشتر اشاره کردم با طرح بحث خیلی موافق نیستم. یعنی برای ما مهم نیست که ایران مسلمان است یا نیست. ما اصلا ایران اصلا کشور اسلامی نیست. یعنی کسی هم اگر میگوید تو شما بعد از 40 سال فهمیدین که دروغ بزرگ است. یعنی همچین چیزی وجود نداره. نه پاکستان، نه ایران، نه کشورهای عربی. بسیار واضح ما در مسئله فلسطین می‌بینیم که چیزی به نام اسلام و هویت عربی و هویت اسلامی اینا دروغ است. بلکه بیشتر منافع ملی کشورها هستش که مبنا قرار میگیره در معادلات منطقه‌ای بین‌المللی. اما اون چیزی که برای ما شما مهم است این است که بله، نگاه سیاسی که ایران به مهاجرین داره این باید خاتمه پیدا بده. نگاه ایران به مسئله مهاجرت یک نگاه حقوقی انسانی در چارچوب منافع دو جانبه باشه، یعنی منافع دو کشور باشه، افغانستان و ایران. چه میپذیرن چه نمیپذیرن، اما باید بر یک مبنای حقوقی استوار باشه، بر یک سری قواعد در واقع مشخص بین‌المللی استوار باشه. یعنی نمیشه شما در زمانی که اشاره کردین لازم دارین از اینها سوء استفاده بکنین، در زمانی که باز یک فشار درونی به وجود میاد اینها رو با بیرحمی یا با قساوت در واقع اخراج بکنین، طرد بکنین. شما باید یک معیار مشخص داشته باشین در مورد پذیرش مهاجرین خارجی در کشورتان، چه به صورت پناهنده، چه به لحاظ مهاجرین فصلی، چه به لحاظ نیروی کار، چه به لحاظ در واقع توریست، چه به لحاظ سیاحتی، به هر شکل مختلفی. ولی متاسفانه گفتیم ایرانی ها از پذیرش یک قاعده مشخص سر باز می‌زدن در 40 سال گذشته و این باعث می‌شد که همیشه آسیب ببینن، هم خودشون آسیب ببینن، هم مهاجرین افغانستانی آسیب ببینن. ما می‌خوایم که در چارچوب قواعد مشخص در واقع شکل بگیره. ایران نتیجه چی است؟ نتیجه ازی هستش که مهاجرین افغانستانی که 40 سال در ایران زندگی کردن، با هزار بدبختی زندگی کردن و با مشکلات زندگی کردن، اینها هیچ کدامشان خاطری خوشی از ایران ندارن، در حالی که ایرانی‌ها خواسته یا ناخواسته پذیر اینها بودن. البته من میگم ناخواسته پذیرا بودن، خواسته خود نبوده. خواسته به معنی چیزی که خواسته بودن که براشون قواعد مشخص طراحی می‌کردن. ناخواسته پذیرا بودن، ولی بعد از 40 سال حق دارن مهاجر افغانستانی که ناراحت باشه از ایران، به خاطر اینکه در 40 سال به حقوقشان پرداخته نشده، توهین شدن، تحقیر شدن، در واقع بهشان به شهروند حتی درجه 2 شمرده نشده. البته گفتیم یک مرض بزرگ منطقه‌ای است که در داخل خود ایران هم مثلا فارس به ترک، ترک به لور، لور به کرد، همه نگاه بالا و پایین تحقیرآمیز دارن. یک مرض کلان است، ولی بالاخره این مرض رو باید نخبگان کشورهای منطقه بفهمن که ما باید حل بکنیم با هم دیگه. یعنی نخبه ایرانی، نخبه افغانستانی، نخبه تاجیکی، نخبه پاکستانی، نخبه در واقع عرب، مشکلی است که حتی نخبگان ایرانی دچار یک نوع توهم در واقع فرهنگی، یک توهم تاریخی هستن. فکر میکنن که حتی من اینا رصد میکنم، بخش از این نخبگان ایرانی فکر میکنن که ما یک در واقع نماینگر یک تمدن تاریخی به نام هخامنش و غیر ذالک هستیم. امروز این افغانستانی ها، تاجیکستانی ها، عرب ها، یمنی ها، سوری ها، اینا ساختار های ما یا مثلا دستشانده های ما هستند، در حالی که غلط است. یعنی شما در واقع بخش از یک خانواده بزرگ بودیم، این خانواده امروز به خانواده جدیدتر تبدیل شدن به نام‌های مختلف. بنابراین ما حق برادری بزرگتری برای شما قائل نیستیم و دومی که ما یک شخصیت داریم، شما یک شخصیت دارید. در کنار با این نگاه مساوی میتونیم با هم دیگه همکاری داشته باشیم. اما اگه شما فکر می‌کنید شما دست بالاتر ما دست پایینتر، ما این رو قبول نکردیم، به خاطر همین هم در واقع مجموعه از مشکلات رو در داخل افغانستان داشتیم و تا امروز هم دوام پیدا کرده. از این بابت هم من فکر می‌کنم که ما باید بتونیم با ایران، حالا دولت افغانستان که متاسفانه خب دولت پاسخگویی نیست، اینها یک دولت غیر مشروعی هستش که سر کار ازش، اما حداقل ایرانی که سودای ازی داره که قدرت منطقه‌ای است، اون سودای ازی داره که محور مقاومت داشته باشه، سودای ازی داره که در آسیا، در غرب آسیا قدرت اول منطقه باشه. خب شما به مسائل بسیار ساده در واقع داخلیتون در مورد بحث مهاجرین افغانستانی 40 سال نتونستین بپردازین. اینا در واقع همهشون از شما شکایت دارن، ناراضی هستن. چطور میخواین که در سطح منطقه‌ای ارزندام بکنید؟ شما یک پارادوکس‌های عجیب و غریبی، یک تناقض‌های عجیب و غریبی در ساختار سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیکی ایران آدم می‌بینه که وحشتناک است. همون خاطر هم خیلی چشمانداز روشنی برای آینده ایران با توجه به وضعیت نسبت به مهاجرین دیده نمیشه. اما اون چیزی که واضح هست این هستش که ما نیازمند یک تغییر جدی در رفتار ایران نسبت به مهاجرین و پدیده مهاجرت در ایران هستیم، از طرف افغانستانی‌ها حداقل، البته عراقی‌ها هم، از پاکستانی‌ها هم، از کشورهای دیگه هم است. از اون طرف دیگه شما ایران در نظر بگیرین که ایران با توجه به این که عدم برخورد قانونمند با پدیده مهاجرت باعث شده که 7 میلیون ایرانی از این کشور در واقع مهاجرت بکنن به خارج از کشور. و ایرانی‌های عزیز اگر می‌خواین در مورد در واقع مهاجرین افغانستانی قضاوت بکنن، به این توجه بکنن که 7 میلیون ایرانی که در کشورهای اروپایی و غربی پناهنده شدن،
اینها هم وضعیت بهتری در واقع، یعنی میخوام بگم که اینا رو هم در نظر بگیرن که اونها هم وقتی رفتن داخل کشور، اینا همهشون امروز تبدیل به جوک شده. اینا دکتر مهندس نبودن. از این در واقع 7-8 میلیون مهاجر ایرانی در اروپا، در خارج، در آمریکا، شاید 1% از اینا نخبگانی بودن که هم از 30 سال 40 سال پیش از زمان قبل شاه یا اول انقلاب رفتن به امروز کم کم به جایی رسیدن. مهاجرین افغانستانی مگر در هر جایی رفتن امروز تبدیل شدن به کسایی که در پارلمان‌های در واقع کشورها کاندید میشن، در دولت اونها حضور پیدا میکنن، چون اینا تازه‌تر رفتن. بنابراین هیچ فرقی بین افغانستانی و ایرانی وجود نداره که چه در خارج مهاجرت میکنن، ولی در خارج بستر برایشان فراهم است که اینها وکیل و وزیر و مقامات دولتی و رشد بکنن به لحاظ علمی، ولی در کشور شما اینها هم به عنوان جنس دوم و شهروند درجه 2 و درجه 3 دیده شدن و حقشان تضییع شده. که واقعا با جای شرم داره در کشوری که خودش رو میراثدار یک تاریخ، یک تمدن میبینه که گفتم واقعا موهوم است. موهوم بودنش به این برمیگرده که در عمل میبینیم که ایران وقتی سیاستی رو که در مورد افغانستانی ها، حتی اونایی که 40 سال پیش آمدن اعمال میکنن، نشان میده که هیچ بویی از مدنیت، از تاریخ، از فرهنگ نبردن. اگر میبردن نبادی برخورد میداشتن. وقتی ایرانی‌ها به منشور کورش در واقع ایران اشاره میکنن از 2500 سال قبل حقوق بشری داشتن، 40 سال از مهاجرین افغانستانی در کشور هستن از اولین حقوق بشری خودشان در واقع محروم است. کجا اینها برمیگرده به اون تاریخ؟ کجا اینا برمیگرده به اون هویت در واقع مهم تاریخی که اشاره میکنن؟ این نشان میده که ایرانی‌ها دچار یک تناقض بزرگ فرهنگی، تمدنی، هویتی رو هستن که این آسیبش هم به مهاجرین افغانستانی رسیده، هم به خودشان رسیده و هم به آینده از کشور رسیده. امیدواریم که تحولاتی که در منطقه ما رخ میده کمک بکنه که نخبگان در واقع منطقه یک رویکرد واقع‌گرایانه نسبت به همدیگه داشته باشن، از این نگاه بالا به پایین دست دارن، نگاه در واقع باهمی داشته باشن برای توسعه دموکراسی، حقوق بشر و آزادی‌های مدنی که کمک بکنه که سیل مهاجرت که گاهی از این طرف به اون طرف یا از اون سمت به این سمت است، اینها متوقف بشن. همه ملت‌ها با هم کار بکنن برای توسعه، برای آزادی، برای در واقع پیشرفت کشورشون و پیشرفت منطقه. چون نگاه منطقه‌ای که وجود نداشته باشه، بی‌ثباتی در افغانستان خواسته ناخواسته ایران رو بی‌ثبات می‌کنه. بی‌ثباتی در آسیای من خواسته ناخواسته منطقه رو بی‌ثبات می‌کنه. و به خاطر هم ایرانی عزیز، نخبه ایرانی، نخبه افغانستانی، نخبه در واقع قومی ما که در هر جای هستیم، نگاهتان رو نگاه کانتکست کلانتر قرار بدین تا از این وضعیت خارج بشیم. در غیر از او هیچ وقت امکان نداره که شما در این منطقه در واقع به تنهایی بتونین برای خودتون ثبات امنیت وجود بیاره. اسرائیل که اسرائیل است که با او قدرت، با او توان، با او حمایت بین‌المللی از طرف آمریکا، وقتی نتواند به منطقه خود کنار بیاید، 40 سال است، 70 سال است درگیر است و این درگیری دوام دارد تا زمانی که به یک چارچوب مشترک در واقع تفاهمی با منطقه خودش دست پیدا نکنه. در اون صورت امیدوارم که یک درس باشه برای همه ما و شما، برای اینکه ما نگاهمون نسبت به پدیده مهاجرت خصوصا به کشور همسایه ما نام افغانستان تغییر بدیم. از این نگاهی که شما پیش اشاره کردین واقعا مایه ننگ است که میشنویم در رسانه‌های ایران که نماینده مجلس که به نظر من واقعا بی‌سوادی و اوج در واقع بی فرهنگی نشان میده، مهاجرین رو بمب فرهنگی میگویند، در حالی که مهاجر یک کتله یک دست نیست. مهاجر یک مجموعه از انسان‌هایی هستند که دارای با ویژگی‌های متنوع فرهنگی، قومی، زبانی، به لحاظ سطح سواد، دانش و فرهنگ هستند. اینا همه یک کتلک نیستن که همه اینها رو بگیم بمب ساعتی هستند. یا در واقع اینها انسان هستند که شما میگین که در مدارس اینها رو نمیگیرن که اینا بو میدن. خب واقعا این نشان میده که گفتیم ایرانی‌ها جامعه خودم نمیشناسن. شما اگر نگاهی به جامعه ایرانی داشته باشین، در سطوح زیرین جامعه ایرانی در بسیار از قریه‌های دور، در سیستان، در بلوچستان، در کردستان، در بوشهر، در واقع مردمان فقیر می‌بینیم که وقتی افغانی‌های در واقع اطراف تهران رو می‌بینیم دیگه صد رحمت به افغانی‌ها به لحاظ فرهنگ، به لحاظ شرایط بهداشتی و تمیزی. اما خاطر ایرانی‌ها دوست دارن که همیشه، یعنی همون گونه که نسبت به خارج یک نگاه توهمی دارن نسبت به خارج از ایران و شیفته غربن و در واقع مخشویی شدن، نسبت به جامعه خودشون هم اینطور آگاهی ندارن. اگر نگاه عمیقی می‌داشتن می‌فهمیدن که افغانی، ایرانی، ترک، کرد، لور، ترکمن، سنی، زرتشتی، مسیحی و یهودی، همینا بخشی از هویت و تاریخ منطقه هستند و ما باید با هم دیگه کمک بکنیم برای در واقع بالا رفتن سطح فرهنگ منطقه تا منطقه ما رو به سمت توسعه و ثبات ببره. ولیکن شعارهایی که میدن ناشی از اوج جهالتشان است. نشان دهنده از هستش که اینها اصلا نه امنیت ملی رو میفهمن، نه در واقع منطقهشون رو میشناسن، نه کشورشون رو میشناسن، نه تاریخشون، نه هویتشون. به امنیت ملی ایران صدمه میرسونه، به امنیت ملی منطقه صدمه میرسونه و آینده منطقه رو با تهدید مواجه میکنه. خیلی ممنون از شما. میپرسیم به آخرین سوال. با چنین وضعیتی که ایران با قوانینی که مطرح کرده یا وضع کرده ایران برای مهاجرین سختگیرانه است،
با این وجود مهاجرین مقیم در ایران با رفع مشکلاتشان چی میتونن باید کرد؟ با چی گونه میتونن زندگی بکنن؟ یکم ببینید، من در مورد مهاجرین، چون خودم مهاجرت داشتم در ایران، بله ما مشکلاتی در جامعه مهاجر هم داریم. یعنی مهاجرین افغانستانی، خصوصا اونهایی که در 3 سال گذشته ایران آمدن و اینها متاسفانه بخشی از اون تضادهای قومی، فرهنگی، زبانی و هویتی که در افغانستان وجود داشته رو با خودشان به ایران آوردن. وقتی شما به یک کشور خارجی یا کشور همسایه مهاجرت میکنین، باید تلاش بکنین که فرهنگ پذیری و جامعه پذیری رو در واقع زودتر داشته باشین. یعنی خودتون رو با قواعد و قوانین کشور میزبان تنظیم بکنید، سوق بدین. و خاطر هم اگر یک هموطن ما پذیرفته میشه به صورت قانونی در کشور، با تلاش بکنه که زودتر زبان از کشور، فرهنگ از کشور، هویت از کشور رو تمثیل بکنه، به او در واقع تمکین بکنه تا بتونه که زندگی بهتر و راحت‌تری داشته باشه. متأسفانه در این قسمت مشکل داشتیم. یعنی ما یک تفاوت فرهنگی بین مهاجرین افغانستانی در ایران با شهرهای بزرگ داریم، اما منظور نیست که تفاوت خیلی بزرگ باشه. مثل تفاوتی که شهرهای بزرگ ایران با روستاهایشان دارن، با قریه‌های خودشان دارن، با سیستان و بلوچستان و با بوشهر و در واقع ترکمن صحرا دارن. ولی به هر ترتیبی برای مهاجرین افغانستانی به دلیل تمایزات، خصوصا مثلا گروه‌های قومی مثل هزاره‌ها که به لحاظ فیزیکی در واقع تمایز داده میشن، این باعث میشه که مهاجرین در واقع بیشتر به چشم بیاین و باعث در واقع اذیت و ناراحتی هم برای مهاجرین هم شاید برای جامعه میزبان باشه. از این بابت باید این توصیه رعایت بکنن که بیشتر کوشش بکنن که جامعه پذیر باشن، بیشتر کوشش بکنن که با قواعد و قوانین در واقع محلی سازگار باشن و کمک و تلاش بکنن که خصوصا وقتی میبینن که جامعه ایران یک جامعه مریض است به لحاظ فرهنگ سیاسی، خیلی یعنی به مسائلی نپردازن که حساسیت‌های در واقع جامعه رو برانگیزن. به خاطر اینکه ما هم نمی‌خوایم در خدا نکنه ما ایرانی شویم، خدا نکنه، یعنی افغانستانی باید افغانستانی باشه و به اون افتخار می‌کنیم، اما بر اساس مشکلاتی که وجود داره و جنجال‌هایی که وجود داره که بخش از جنجال‌ها هم ایران است و همین در واقع کشورهای همسایه است، ما با این مشکل مواجه شدیم و به خاطر دوران مهاجرت رو باید تلاش بکنیم که به یک شکل بگذرانیم با کمترین آسیب پذیری، هم برای جامعه میزبان هم برای خود ما و خودمان در واقع سازندگی را از درون همین جامعه مهاجرت خود ما شروع کنیم با تعامل بیشتر و همسویی و هماهنگی بیشتر. منتها نکته در واقع نهایی که می‌خواستم اشاره بکنم این هستش که مهاجرت، گفتم مهاجرین افغانستانی در ایران هم فرصت هستند و هم تهدید. فرصت در واقع برای توسعه، برای بازسازی، برای ثبات ایران، برای کمک به ایران، و تهدید برای اینکه اگر نتوانند که خودشون رو هماهنگ بکنن با سازوکارهای در واقع نظام ایران، با سازوکارهای دولت میزبان، میتونن در واقع به مسابقه یک تهدید حساب شوند که بازی در واقع تلاش‌ها یا کوشش‌ها صورت میگیره از طرف برخی از گروه‌های در واقع ایرانی به عنوان اخراج افغانی مطالبه ملی، که گفتیم بخش از این ممکن است به خاطر همون گستردگی حضور مهاجرین افغانستانی در شهرهای بزرگ ایران باشه و بخش هم در واقع فشارهای سیاسی روانی که در چند سال گذشته علیه نظام ایران وجود داره. این را فراموش نکنیم که بخشی از در واقع گروه‌های توییتری، گروه‌های مجازی هستن که اینا پول میگیرن برای اینکه در ایران بی‌ثباتی وجود داشته باشه، یعنی مشکلات امنیتی گسترش پیدا بکنه. و به خاطر هم یعنی اینها را اگر تفکیک نکنیم، ما گاهی اوقات متوجه نمیشیم که گاهی اوقات هدفمندانه برای تضاد و جدال بین مهاجرین و جامعه ایرانی تلاش میشه تا این تبدیل به بحران، یک آشوب اجتماعی شود. به خاطر اینکه سال گذشته و سال قبلش ما مثلا بحران‌های دیگه‌ای در ایران داشتیم به شمول مثلا بحث زن، آزادی زندگی و تلاش‌های دیگه. امسال می‌بینیم وقتی که تلاش‌ها به نتیجه رسید روی موضوع مهاجرین زوم می‌کنن، سال بعد تا یک موضوع دیگر در واقع به دست بیارن. و به خاطر هم اینها را اگر ما عقلانی باشیم برخورد نکنیم، یعنی هم ایران آسیب می‌بینن به لحاظ در واقع امنیت ملی و هم مهاجرین آسیب می‌بینن به لحاظ شرایط زندگی. من فکر می‌کنم که نگاه عقلانی کمک می‌کنه که ما از آسیب‌های دو جانبه جلوگیری بکنیم. بنابراین جامعه مهاجر باید تلاش بکنه که بخشی از رفتاری که انجام میده، بخشی از اقداماتی که در ایران انجام میده، زندگی خودش رو بر اساس نرم‌ها و قواعدی که موجود هست سازمان بده، هماهنگ بکنه تا زمانی که در واقع شرایط مرتفع بشه ما بتونیم به کشور ما افغانستان برگردیم. نیکی که دادن انشالله قابل استفاده است برای مهاجرینی که داخل ایران هست و برای میزبانان مهاجرین ایران داخل ایران. موفق و کامگار باشه. اگه چیز در آخر گفته داشته باشین؟ من فقط در آخر چند نکته رو می‌خواستم اضافه بکنم. همه به مباحثی که اشاره کردم
برمیگرده به اون جریان‌هایی که امروز در سطح در واقع فضای مجازی در سطح دولتی وجود دارد. ولی ما یک جامعه دیگه ایرانی هم داریم، جامعه در واقع ایرانی پخته و با فرهنگی که اینا واقعا به همون ریشه‌های تاریخی که گفتیم با کل منطقه ما مشترک است برمیگرده، که سرشار از مهربانی، سرشار از در واقع لطف، سرشار از در واقع پذیرش است با ماها این حیث در واقع انسان و من حیث یک همزبان. این زیبایی ها را نباید فراموش کرد. به خاطر از اینکه من خودم در ایران گفتم درس خواندم از دوران مکتب تا دوران دانشگاه، تا پایان دوره دانشگاه کمتر مواجه شدم با این بحران‌هایی که امروز وجود دارد. این نشان میده که در اون لایه‌های زیرین و عمیق جامعه ایرانی وقتی از ایدئولوژی خارج میشه، اتفاقا بسیار من از این نمیخوام بگم که خستم از اینکه در واقع بگیم نظام ایران من حیث نظام اسلامی، نه، نظام ایران نظام اسلامی نیست، یک رویاست، یک توهم است که وجود داره. اما کاش که ایران نظامش همون نظام تمدنی و فرهنگی و تاریخی باشه که ایرانی‌ها به او افتخار میکنن، به اون نظام که به همون منشور کورش میگن که برای ما هم کورش است، نه تنها برای ایرانی، برای منطقه، برای تمدن بزرگ آریایی در افغانستان و پاکستان آسیای من جزئی هستن. به اون تمدن همه ما انسان‌هایی هستیم که کرامت داریم، حق داریم و باید زندگی بکنیم. حالا در این مسیر اگر یک روزی از این طرف به اون سمت سرازیر میشیم، از اون سمت به این سمت سرازیر میشیم، موقت است، اما در مجموع کل این منطقه به لحاظ زیرساخت باید توسعه پیدا بکنه، به نیازمند همدلی و همزبانی و همکاری بین ملت‌های منطقه است. به خاطر هم لایه‌های زیرین جامعه ایرانی ظرفیت داره و این بزرگی رو داره، مثل دل بزرگی که مردم افغانستان دارن، مثل دل بزرگی که آسیای میانه دارن. اما وقتی در دایره ضیق دولت‌های ملی قرار میگیره، اونم خصوصا دولت‌های ملی ایدئولوژیک، دولت‌های ملی در واقع غیر دموکراتیک، شبه دموکراتیک، که اینها به بهانه‌های مختلف می‌خواهند کمکاری خودشون رو بندازن روی دوش مهاجرین یا روی دوش در واقع پای دیگه، این باز مثلا در واقع بسیار پیچیده میکنه. از اون بابت روی سخنم بیشتر با کسایی است که این بحران را دامن میزنن در ایران و در داخل افغانستان. خب جامعه افغانستان هم متأسفانه ما گروهی از جوانای نخبگان احساساتی و عاطفی رو داریم که اینها بدون یک دورنگری نسبت به مسائل اعلام موضع میکنن که عمدتاً هم مفید نیست، هم در طرف ایرانی هم در طرف افغانستانی. اما او لایه‌های زیرین و اساسی و بنیادینی که میتونه که کمک بکنه برای همگرایی، می‌دونم که اینا فعالتر بشن، کمک بکنن برای اینکه ایران و افغانستان و منطقه ما که یک منطقه تاریخی و تمدنی هست، واقعا او ارزش‌های تاریخی خودش رو در عمل نشان بده، نه صرفاً در واقع به موهومات اشاره بکنیم که در امروز ما 180 درجه برعکسش عمل می‌کنیم و نمودی از اون دیده نمیشه. این در واقع خواست من، یعنی بنیان‌هاش وجود داره در فرهنگ تمدن آریانا و خراسان بزرگ و در واقع منطقه‌ای که ما در زیست کردیم به لحاظ فرهنگی و تاریخی. امیدواریم که این برجسته شود، نه اون نگاه ایدئولوژیکی که ما رو به عنوان در واقع شیعه یا سنی یا زرتشتی یا مسیحی یا یهودی به جان هم میندازن و انسان‌ها کشته میشه و موضع‌گیری‌های صورت میگیره که در جهان سپاس دکتر صاحب از مباحث خوب و ارزش شما. واقعا مهاجرین افغانستان در ایران را خوب بررسی نمودید. ولی منافعش رو کسایی میبرن که اونها ذره‌ای به تمدن، تاریخ، فرهنگ یا اعتقادات ما و شما باوری ندارن. تشکر.